در خدمتم جان. سفارش داشتم. سفارش؟ چشم. کارمند بانکی؟ بله. مرض نوبت گرفتی؟ نوبت دم در دستگاه. دستگاه؟ به کجا؟ دستگاه خرابه. به کی سفارش بدم؟ باریستا رفته صبونه. ساعت 12:30. از شما اجازه بگیریم صبونه؟ نه بر ما هم پیش میاد. شما بگیرید. چی میخوای؟ 2 کاپوچینو، 2 اسپرسو، 2 چه خبره؟ زامن داری؟ زامن. 2 زامن، بازاری و کارمند، وگرنه چای نبات میتونم بهت بدم. سند دارم. سند اینجا چرا اومدی؟ کجا برم؟ اونور کارشناسی اسناد، باجه بغل. کارشناس اسناد از صبونه. خب شما اینو کاش بکن برام. سند باید تجاری باشه. ندیدی تجاریه. بوداره، باید امضا بزنی. 2 خودکار با هم بده. نکش. ببخشید. امضا تطابق نره. باید ببری پیش رئیس شعبه. همین الان زدم. رئیس کجا؟ معلومه یکیش تو نزدی. رئیس صبونه. صبحونه کی میاد؟ ناهار. کارمند دولت نمیاد ناهار بخوره؟ حق با شماست. در خدمت. یه کارش بکن، خواهش میکنم اینو یه کارش بکن. حالا دیگه رفیق شدیم دیگه، بذار سیستمو چک کنم. سیستم قطع. دیگه خاموشه. قطعه، چرا روشنش کنم؟ وقت خودتو نگیر. برو فردا صبح با مدارک کامل بیا. 18 تا عکس 3x4، 2 تا قدی، 3 تا از پشت. از روزی که اومدی شهر رو به هم ریختی.